حضرت سوال اویدی همین شب قدر دارم. همین شب قدر، همین اگر دمی شب قدر اگر همین یگان کاری خیرمون، یگان کاری نغزمون، یگان ذکر افراد 1000 سال بعد جمع کرده می شود. اگر یگان کاری گنده کنیم هم خیلی می شود. 1000 سال نه، یگان 1000 ماه. 1000 ماه بخشید بهتر بزرگ. بهتر است از 1000 ماه، برابر نه. البته این شبها شبهایی که فرشته ها نازل میشه. تنزل الملائکه و الروح. شب قدر شبی است که در آن شب فرشته ها میفراید و جبریل هم. الله تعالی گوید میشد که فرشته ها میفراد کفایه بود، لیکن هم فرشته ها میفراد هم جبریل گفت. جبریل خاص کرد، حتی حضرت جبریل میفراید. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. این شبای سلامتی هست تا دمیدن صبح. یعنی یک آدم اگر همین شبا گناه اون طرف است هم تو بیکار شیند، خالی یا خواب کند، این آدم محروم است از کار خیر. یعنی که این آدم بسیار ضرری کلان دید. آدمی که خواب کدی گذران شب قدر گناه نکرده است، خفتنش خوانده است، تراویح خوانده است، خواب کرد، همین که دید مثلا وقتی سحری خیست، این آدم بسیار ضرر دید، بسیار محروم شد از خیر. پس چی جای آن آدمی که گناه میکند در این شب؟ نعوذ بالله. این از علامت های بد است که الله تعالی همین آدم بد دید است که در همین شبها و طاعتش همین توفیق نداده است.